اینقدر نسبت دولت و حکومت گپ میزنی. یا بار بخیر بگو که این مردم واروخ باننگ ناموس شد. وظیفه مردم واروخ مرز عمومی کشور دفاع کردن نیست. حکومت آمد مسئولیت گذاشت که امروز فردای ملت در دست من است. رحمانوف بشیری مادرش قسم خورد با کنستیتوسیای کشور خاک دستش هم قسم خورد. آخه برای چی مردم واروخ باید دفاع بکنه؟ مردم واروخ باید در اونجا زندگی بکنه. مرز عمومی کشور زیر کمیته امنیت قرار داره. برای چی مردم باید دفاع بکنه؟ برای چی؟ سوال. برای که مردم وظیفه دارن. از کجا در کدام کتاب نوشته است مردم وظیفه دارن مرز کشور دفاع کنند؟ در کجا نوشته شده است؟ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اراده خلق، با اراده مردم شریف تاجیکستان خودش که انتخاب میکند 3-4 نوبات انتخاباتی خلق این انتخاب کرده. هیچ فهم خودش که انتخاب میکند این برای نو از کجا گرفتی؟ چی گپ یعنی؟ خودش انتخاب میکنه. کدام ماده سرقانون عوض شد؟ راستی من میمری از همون پیشوای ملت اذیت کردن از سرقانون اذیت کنی. راستی من میگوی راستی من نه برو بخون. الو سلام علیکم. علیکم سلام. برادر شما سازین خوبه؟ خدا را شکر. بفرمایید. همه راستی برنامه شما را تماشا کردم. بسیار یک نوجوان مردانه و هسته، یک نامردی است. برای چی بگیم؟ خب برای اون که همه خود تاجیک ها. خب ما ایست تاجیک. خب یک قرغیز زنگ زده اینقدر ملت پس زده سه شما گوش داده سین. کی در کجا؟ حرف زده سین. در کجا؟ در کجا؟ کجا شد رنگ ناموسی تاجیکی؟ در کجا قرغیز زنگ زده است؟ همچنان قبلش یک مرد زنگ زد گفت که ای خیل او خیل او خیل. همه خودت یک آدم با عقل باشی میفهمی هم آدم یک زن قرغیز میدرو مرز واروخ میدرو سلطات و افسرای ما را میزنه سلاحاش میگیره میره در بیمارخانه از دنیا میگذره. گجا شد ناموسی تاجیکی ایزونه کد گرفت در این مسئله. گجا شد که برای تپانچه را بگیری بدار آویزی. هست همتری جوان مرد؟ همتری جوان مرد هستی؟ از ناموسی تاجیکی گپ میزنی؟ آیا هست همتری جوان مرد؟ ای مردم تاجیک یا بار بخیر اینقدر نسبت دولت و حکومت گپ میزنی. یا بار بخیر بگو که ای مردم واروخ باننگ ناموس شد. وظیفه مردم واروخ مرز عمومی کشور دفاع کردن نیست. حکومت آمد مسئولیت گذاشت که امروز فردای ملت در دست من است. رحمانوف بشیری مادرش قسم خورد با کنستیتوسیای کشور خاک دستش هم قسم خورد. آخه برای چی مردم واروخ باید دفاع بکنه؟ مردم واروخ باید در اونجا زندگی بکنه. مرز عمومی کشور زیر کمیته امنیت قرار داره. برای چی مردم باید دفاع بکنه؟ برای چی؟ سوال. برای که مردم وظیفه دارن. از کجا در کدام کتاب نوشته است مردم وظیفه دارن مرز کشور دفاع کنند؟ در کجا نوشته شده است؟ هست یگان خیاسنود خدمت کدگی هستی وطن ده اد بره گم شی قطعا خدمت های بمانتون. تو سوال جواب ته تو خدمت کدگی بچه رحمانوف در کجا خدمت کرده گنرال؟ من میرم استارچ گنرال میگیرم. تو دیوانه چی؟ تو خدمت کرده نکرده؟ سوال جواب ته در کجا مردم واروخ نوشته است که باید مردم واروخ برای خدمت بکنه؟ در کجا برای مرز دفاع بکنه؟ در کجا نوشته شده است؟ وقتی که خدمت نکرده در بین ما مردکا گپ زدن نداریم. بچه رحمانوف خدمت نکرده چیکار میکنه در بعد مردکو؟ خانم بگو بیا بفرما در کجا خدمت کرده است؟ در کجا؟ در دولت در ملت. در کدام دولت؟ در کدام دولت؟ در کدام دولت؟ در کدام چرخ؟ در کدام چیز خشونهای سرحدی؟ در کجا؟ بیا در تاجیکستان همه خدمت کرده سه بس. ای بوارک بعضا موارد میگم که همین چوپلوسو احمقن میگن که تحقیرشون نکن. شوروی را بگیر 70 سال اتحاد شوروی را بگیر 4 سالی که رستم امام علی در شهرداری دوشنبه بود. نه دایره باشه میگم بنا آوازم رقص کنی. تو دیوانه ای چی تو؟ شوروی کاری کرد ولی رحمانوف هفت پیش کاری شوروی کردن نمیتونه. در زمان شوروی تاجیکستان قرضدار نبود. تو عقل داری به اون اندازه شوروی نرسیده. تو چنین خودت گپ زدی کجا از شوروی مثال میاری؟ شوروی یعنی چی؟ یعنی شوروی یعنی چی در نظر داری؟ منظور از شوروی چی است؟
منظور از شوروی نیست، منظور یک مقایسه آخرا است. رهبری که در زمان شوروی حکمرانی کرد کی بود؟ در گجو در زمان شوروی آخرا رهبری که حکمرانی کرد کی بود؟ در حکومت شوروی. میخائیل گورباچوف. در حکومت تاجیکستان کی بود؟ در حکومت تاجیکستان قاور محکم. اولین پرزیدنت تاجیکستان کی بود؟ قاور محکم. دویمش رحمان نبی. همین 2 سال چند سال رهبری کرد؟ 2 نفر چند سال رهبری کردن؟ 2 نفر. یک سال یا نیم سال. رحمانوف چند سال رهبر شد؟ رحمانوف نگین یک بار بگین اساسگذار صلح و وحدت ملی تأخیر کرد استنشنو پیشوای معظم ملت. خب محترم امام علی رحمان. آماده هستی که نزد رحمانوف سجده کنی؟ آماده هستی؟ آماده هستی که نزد رحمانوف سجده کنی؟ نه آماده هستی؟ با این عنوان خلق دادگی است. من ندادم، نگاه نک، تحقیر نک، من ندادم، بیزار از عنوان از خودم. آماده هستی که برای رحمانوف شعر بخونی نزد سجده کنی؟ آماده هستی؟ خلق است. پارلمان نماینده خلق است. روی واز سیاه هست. پارلمان اوسو بگذار، اونها یک زن صفتایی هستن که مال مردم هم میخورن. وظیفه اونها بود که باید در مسئله مرز، در مسئله مهاجرت، در مسئله بیماری، صدها مشکلاتی که در تاجیکستان آمد باید اونها گپ میزدند. برای من یک مثال بیار که یک وکیل پارلمان زمانی بیماری کووید 19 کرونا ویروس برآمده است از مردم مهاجر گپ زد از نماینده خلق. در کجا یک نوار است؟ بیا برای من نشون ده. او وکیلان خلق یک زن صفتای احمقانه که در همونجا کار و پول غارت میکن، بودجه کشور میدزن. او را تو مثال نبرسن در سیاست. اونها اصلا از عضو ملت نیستند. اونها یک طبقه مفتخورای هستند که دایره میزنن، با دایره اونها شما میرقصین، تمام، دیگه هیچ نیستند. سوال جواب ته. رحمانوف چند سال شد رهبر است؟ باز من میگم این مردم تاجیکستان انتخاب کردن، بعد نکردن، دروغ نگین. آخر همین انتخابات اوس کنار بگذار. چند سال شد رهبر است؟ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اراده خلق، با اراده مردم شریف تاجیکستان خودش که انتخاب میکند 3-4 نوبات انتخاباتی خلق این انتخاب کرده. هیچ فهم خودش که انتخاب میکند این برای نو از کجا گرفتی؟ چی گپ یعنی؟ خودش انتخاب میکنه. توسط انتخابات عادلانه و توسط رای پرسی خلق آواز داد. نه سال 94. از سال 94 تا امروز چند سال میشه؟ 26 سال. 26 سال. یعنی رحمانوف 26 سال شد رهبر است. در یک کشور دموکراتیک ماده اولی سرقانون میگه همین منطقی است که یک نفر 26 سال رهبر باشه. نفهمیدم. در یک کشوری دموکراتیک، در یک کشوری که ما دعوا میکنیم کشوری آزاد است تاجیکستان، وقتی کنسوسیا اجازه داده باشد، کنسوسیا اجازه نداده بود. کنسوسیا 7 ساله بود. برای چی تغییر و الهه ها شد؟ برای که همون قانون باید اجازه بده. ایواز کردن قانون به خاطر چی بود؟ بیا بس مایل خوب رای پرسی. منظور از همون رای پرسی سرقانون ایواز کردن به کدام خاطر ایواز کردن؟ به خاطری که میخواستن بخارای شریف برای تاجیکستان بدورن رای پرسی کردن، میخواستن که زمینای فروخته شده را برگردونن. چی میخواستن؟ رای پرسی شد. در کنسوسیا چی ایواز شد؟ در کنسوسیا ایواز شد یک قطور مثلا حقوق و آزادی هایی که نسبت به او بودن. کدام ماده سرقانون دروغ میگی؟ حقوق و آزادی در سرقانون ایواز نشده است. کدام ماده سرقانون ایواز شد؟ راستی من میمری از همون پیشوای ملت اذیت کردن از سرقانون اذیت کنی. راستی من میگوی راستی من نه. برو بخون کدام ماده سرقانون ایواز شد و به خاطر چی ایواز شد؟ به خاطر بار دیگر در سر قدرت ماندن رحمانوف سرقانون کشور ایواز شد و 7 ساله دیگه براش اجازه داد. بعد از او سرقانون ایواز، سرقانون تاجیکستان باز ایواز شد به خاطر همچون یک پیشوای ملت، یک نفری که تا نمره وظیفه‌اش کسی گرفتن نمیتونه ایواز شد. فهمیدی که سرقانون برای چی ایواز شده است؟ دیگر مسئله هم هستن. یا مسئله هاش برو بخون. پیشوای ملت از همون عصب و سر معینه و عقل خیرات دور بکن. این موضوع رو اذیت کن. باکی اومدی صحبت میکنیم. سلامت باشین. زنده بود. انا جوره ان شاء الله که نصیب باشه یک 10 برنامه دیگه به عقل میشه محمد.
قانون کم است و خیلی بچه سر قانون از یاد میکنین مگر من جنایت میکنم تعلیم تون دادستم هم معلم و معلماتون هم خشم رو درس نمیتیم